وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که سوختار شام یکم مای در نقطه فروش سوزشواری در محله اسپیچک دوی شهر دوشنبه 11 نفر جراحت سبک سوزش بدن گرفتند. وزارت گفت سوختار شام شنبه تخمینا ساعت 18:30 به عمل آمده 90 متر مربع را با بیش از 60 دانه مواد سوخت فرا گرفته است. وزارت کارهای داخله رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری از سوختار را سبب این سوختار نامیده است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی چند ویدیو از محله سوختار و ترکش در محله اسپیچک نشر شده بود. در آن ویدیوها لحظه ترکیدن ظاهرا یکی از انبارهای مواد سوخت در این نقطه فروش سوزشواری نیز ثبت شده بود. گفته میشد برای فرو نشاندن سوختار در نقطه فروش سوزشواری در اسپیچک حدود 10 ماشین سوختار نشانی جلب شده، ماشین‌های یوری تعجیلی نیز به جای حادثه آمدند و حرکت به سوی محله زرافشان منع کرده شده است. دکانی که دچار سوختار و ترکش شد قبلا به شرکت امید 88 تعلق داشته در پهلوی مسجد همدانی جایگیر شده است. امید 88 یک شرکت زمان پیشتاز در بازار مواد سوخت تاجیکستان بود. رهبرش رجب علی اودینایف در سال 2017 به 28 سال محکوم شد. خود اودینایف ماه مارس سال جاری با زخم معده از محبس به بیمارستان محله یکم سویتسک آوردند، ولی او در اول ماه اپریل در روی کت بیماری از دنیا گذشت.